به نام الله بخشاینده و مهربان. آیت 186 سوره بقره. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. و هر وقتا بندگان من تو را از حال من سوال کنند، پس هر آینه من نزدیکم. دعا کننده را وقتی که مرا دعا میکنند قبول میکنم. پس باید که برای من فرمان برداری کنند و باید به من ایمان بیارند تا شاید که راه هدایت را یابند. سبب نزول این آیت را چنین روایت کردند که جماعت از عرب‌های بادیه نشین نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و سوال کردند که ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا پروردگارمان نزدیک است تا او را مناجات کنیم یا دور است تا او را ندا کنیم؟ در همین اثنا الله تعالی آیت مذکور را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل نموده فرمود که ای محمد صلی الله علیه و سلم، هنگامی که بندگان من از تو در باب من سوال کنند به آنها بگو که من همراه آنهایم. دعای و نیایش آنها را میشنوم و تضرع آنها را میبینم و راه حل مشکلات آنها را میدانم. چنین مضمون در آیت 16 سوره قاف نیز آمده است. ما یا نزدیکتریم به سوی بنده از شریان گردن او. آیت 16 سوره قاف. البته این وعده الله است که دعای دعا کننده را اگر دعای او از تحت دلش باشد میپذیرد. بنده باید فرمان برداری پروردگار باشد، زیرا الله بندگان خود را به ایمان آوردن دعوت نموده فرموده است که ایمان را بر دوام نگاه دارند. در دوام آیت فرموده است که ایمان آورید و اطاعت کنید تا اینکه از نیک بختان هر دو دنیا باشد، شاید که از جمله هدایت یافتگان شوید. در آیت مذکور الله تعالی برای بندگان خود 7 مراتب با ذات پاک خود اشارت فرموده است. با این عمل نهایت پیوستگی و محبت خود را برای بندگان خود اظهار نموده است. دعا مغز عبادت بوده، برای برآوردن هر حاجت وسیله است. با دعا انشاءالله میتوان به نعمتها و به رحمتهای نزد پروردگار رسید. آره، الله تعالی چنانه که در سوره انفال آیت 24 فرموده است، معنیش چنین است: بدانید ای بندگان، البته الله تعالی در میان شخص و قلب او حائل است. یعنی به بندگان خود نسبت به هر چیز نزدیکتر است. در خصوص دعا نیایش حدیث های زیاده وارد شده است، چنانه که از امام ابو موسی الاشعری روایت شده است که گفتند ما همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در غزای یک جا بودیم. وقتا که بلندی را می برآمدیم یا به پستی نشیب می شدیم، با آواز بلند تکبیر می گفتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ای مردم، شما کس را یا غایب را ندا نکرده ایستاده اید، بلکه ذات را دعای و نیایش کرده ایستاده اید که او
شنونده و بیننده است. شما آن ذات را دعا کرده ایستاده اید که از گردن مرکبتان دیده به شما نزدیکتر است. همچنین امام احمد رضی الله عنه از ابو سعید رضی الله عنه از پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: آدم مسلمان گناه نکرده خویش و تبار خود را نرنجانیده باشد اگر دعا کند، الله تعالی از سه یک خصلت دعا را به او می دهد. یا دعایش در حال قبول می شود، یا ذخیره آخرتش می شود، یا مقدار دعای کردگیش ناراحتی ها را از او می گرداند. اما الله تعالی دعای آن نفری که قلبش غافل از الله تعالی است قبول ندارد. برای اجابت دعا قلب صاف و حلق پاک لازم بوده است. بعدی لقمه ناپاک 40 روز دعا قبول نیست گفتند. بنابراین اهل تقوا از آیت مذکور الهام گرفته در رمضان خصوصا دهه آخر آن به دعا بسیارتر مشغول می شدند. در خصوص دعا و وقت اجابت آن حدیث ها خیلی بسیار است. از جمله وقت سحر در حالت روزه‌داری، وقت افطار، مابین اذان و اقامت، مابین پیشین و عصر، روز چهارشنبه وقت بیچارگی و پریشانی، حالت روبرو شدن با دشمن در جهادی فی سبیل الله وقتهای قبول دعایند. خلاصه چون شرایط دعا فراهم شود مورد اجابت قرار می گیرد. سبب نزول آیت زیرین را مفسران عالی قدر چنین بیان نمودند: در ابتدای اسلام اگر شخص پیش از افطار خواب می کرد تا شب آینده تا همین وقت خوردن و غیره برایشان حرام بود. مؤمنان از چنین کار وزنینی را حس می کردند. در واقع یکی از صحابگان قیس ابن سرمته انصاری روزدار بود. روز تا بیگاه در زمین خود کار کرد. خسته شد و وقت افطار به نزد همسرش آمد و پرسید: آیا برای افطار چیزی هست؟ همسرش در جواب گفت: حالا هیچ چیز نیست، لیکن حاضر از خویشاوندان برای شما طعام می آورم. بعد رفتن او قیس را خواب غلبه کرد، در خواب شد. وقتی که همسرش آمد دید که او خواب رفته است گفت: ناامیدی برای تو چرا خواب کردی؟ خلاصه دیگر برای قیس افطار ممکن نبود. او پگاه باز به کاری زمینی خود رفت. تا نیمه روز کار کرد و از تشنگی باشد یا گرسنگی بیهوش شده به زمین افتاد. این حادثه را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردند. در این اثنا آیت زیر نازل شد و مشکلات آنها را آسان کرد. یعنی اینجا در ابتدای اسلام اگر شخص پیش از افطار خواب میکرد تا شب آینده تا همین وقت خوردن و غیره برایش حرام بود.